سخن رو با بسم الله الرحمن الرحیم شروع می‌نماییم، چون در نام الله سبحانه و تعالی فیض و برکت است. باب امروزی که ما با همراهی شمایان سخنرانی میکنیم، این باب در بیان باب دهم میفرماید باب العاشر، باب دهم فی الحید و نفاس، باب درباره حیض و نفاس، درباره حیض و نفاس که این مسائل شامل خاص زن هاست. مردان هم که همسران دارن یا خواهر و مادر دارن باید از این اهمیت بدهند و به دیگران برسانند که در این باب مسئله ها است. اولا نقطه اولی که در اینجا صاحب کتاب شروع می نماید، الحید لغتا، میگوید حیض در لغت از سیلان. حیض در لغت به معنای سیلان می آید، در لغت به معنای جاری شدن، اما در شریعت باشد یک خون طبیعی است که طبیعتاً از قهر رحمی زن در وقتهای معلوم جاری می شود، بیرون می باید، چی زن در حالت سلامتی باشد چی با غیر سببهای دیگر باشد. اما نفاس باشد، می فرماید که دم یخرج من المرأة من عند الولاده، و نفاس باشد خون است که در وقتی تولد کردن زن فرزند را میبراید. این است معنای حیض و نفاس. مسئله اول بدایت الوقت الحید و نهایته. مسئله اول در بیان بدایت وقت شروع شدن حیض و همچنین انجام یافتن آن میفرماید در اینجا که حیض پیش از 9 سالگی نمیتواند به عمل آید. حیض پیش از 9 سالگی نمیتواند به عمل آید، چون که برای زنی که در سین 9 رسیده است یا به سین 9 رسیده است، بر وی غالبا حیض معروف نیست، از این بالا شروع می شود. و در این مورد روایت ثابت شده است از عایشه رضی الله عنها که فرمودند اذا بلغت الجاریه 9 سنین فهی امرأه، اگر دختر به سین 9 سالگی رسید پس او زن حسابیده می شود، یعنی که از سین 9 شروع می گردد. و چی بسا کم است از خواهران که از این پایینتر، از سین 9 پایینتر حیض بینن، چی بسا کم است، غالبیت از این شروع می شود، از این بالا. و همچنین می فرماید که حیض پس از 50 سالگی در حالت معمولی آن به اتمام می یابد، و در این مورد این غالبیت راست، این اقلیت 9 غالبیت 50. روایتی هست از عایشه رضی الله عنها که گفتند اذا بلغت امرأة 50 سنه، هنگامی که زن بر 50 سالگی رسید، خارج من حد الحید، از حدود حیض دیگر بیرون می شود. اما از این 50 غالبیت شاید با کسانی باشند که تا 60 تا از این زیادتر هم دیدن، این امر غالبیت هست. این مسئله اول بود. مسئله اول مدتی کمترین آن که از 9 شروع می شود و زیادی آن 50 می رسد، این مدت است. مسئله دوم اقل مدت الحید و اکثرها، اقلیت کمترین مدت حیض و زیادترین مهلت آن. به درستی که کمترین مدت حیض و زیادترین آن یا که زیادترین مهلت حیض حدود ندارد یا محدودیت ندارد، بلکه این حیض و نفاس وابسته بر عادت معروف مردم است، به عادت معروف مردم وابسته است. بارک الله فیکم. می شود یک لحظه، یک ثانیه، یک دقیقه، یک روز، یک ساعت، هر قدری که باشد، وابسته بر همون عادت معروف زنان. مسئله سوم غالب الحید، غالبیت آن یا که معمولا دوامناکی حیض. و بدون خواهران گرامی که و عادتاً اکثر زنها 6 یا 7 روز میبینند و بس، زیرا رسول الله صلی الله علیه و سلم با آن زنی که نزد او بودن گفت، حمته بنت جحش، چی گفت بر او؟ گفتن که تحیضی فی علم الله 6 ایام او 7 ثم اغتسلی و صلی 24 یوما. به علم الله 6 روز یا 7 روز حیض بگیر، حیض ببین یا که حیض میبینی، سپس غسل کن و 24 روز 24 ساعت که یک شبانه روز است نماز رو ادا نما. و همون طور که دیگر زنها در وقتهای حیض اگر که مدت آنها به اتمام یافت، به اتمام رسید، در حال باید خود را پاک نمایند و از برای نماز آمادگی بینند. بارک الله فیکم. پس از این مسئله دوم و سوم برمی آید که مدت اقلیت آن مدت ندارد، شاید یک لحظه هر چند دقیقه باشد،
و مدت زیادی حیض غالبیت زنها 6 یا که 7 روز است. این غالبیت است. این اقلیت و اکثریت رو ما گفته ایستادیم. بارک الله فیکم. مسئله دیگر میفرماید که ما یحرم بالحیض و النفاس. اینجا رو دقت بدهید. چیزهایی که با سبب حیض و نفاس حرام میگردند یا حرام شمرده میشوند. پس با دلیل حیض و نفاس چند چیزهایی برای انسان ناجایز میگردد، یعنی حرام میگردد. اولا الوطء فی الفرج، اولا وضع جنسی، جماع میگویند. این قطعا در حالت حیض برای مرد و زن هر دو جایز و روان است و دلیل آن فرموده الله سبحانه و تعالی است که میفرماید فاعتزلوا النساء فی المحیض ولا تقربوهن حتی یطهرن. در حالتی که زنها در حیض قرار دارند از آنها کناره‌گیری جویید، به آنها نزدیک نشوید و به آنها نزدیکی نکنید تا اینکه آنها پاک بگردند. شرط چی بود است؟ تا اینکه آنها حتی یطهرن، تا اینکه آنها پاک و پاکیزه بگردند، یعنی که از این عادت خود دور شوند. سوره بقره آیت 222. و همچنین رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که اصنعوا كل شیء الا نکاح. هر کاری که می توانید انجام بدهید جز نکاح. روایت مسلم حدیث 302. در این حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید برای کسانی که در حالت حیض یا نفاس قرار میگیرند هر کاری را که انجام میدهید انجام بدهید، یعنی که آرامش خود را با دیگر راهها پیدا نمایید. آرامش خود را با دیگر راهها پیدا نمایید بجز جماع کردن، بجز همخوابگی کردن در فرج. این یکم حالت. قطعا جایز نیست در این حالت حیض و نفاس که مرد با همسرش نزدیکی نماید، اما آرامش همدیگر را با دیگر راهها میتوانند که چیز پیدا نمایند. دوم طلاق دادن در حالت حیض، اینم قطعا جایز نیست، یکی از محرمات به حساب می رود و دلیل بر این فرموده الله سبحانه و تعالی است که میفرماید فطلقوهن لعدتهن، که فرمودن در این آیه کریمه که زنان خود را در حالت عده آنها، در حالت حیض آنها طلاق ندهید. در زمان آغاز عده طلاق ندهید گفتن آنها را. پس این آیه برمیگردد که اگر زن در حالت حیض قرار داشته باشد یا اینکه نفاس، برای مرد حرام است و جایز شایسته نیست که زنش را طلاق بدهد. اما اگر این کار را کرد طلاق واقع می شود. مسئله واقع شدن طلاق واقع می گردد. و رسول الله صلی الله علیه و سلم با عمر وقتی که پسرش عبدالله زن خود را در حالت حیض طلاق داد، بر او فرمود مرهو فلیراجعها. پیامبر صلی الله بر عمر گفت فرزند با فرزند امر نما تا اینکه دوباره او را یعنی همسرش را بر بگرداند، یعنی بزنی قبول کند. این دوم مسئله، یعنی که مسئله دوم بله طلاق کردن در حالت حیض و نفاس جایز نیست. مسئله سوم، اگر زنها در حالت حیض و نفاس قرار داشته باشند بر آنها قطعا نماز خواندن درست نمیگردد، چون رسول الله صلی الله علیه و سلم با فاطمه بنت ابی حبیش فرمودند که اذا اقبلت الحیضه فدعی الصلاه. هنگامی که حیضت آغاز شد نماز را بگذار، نماز را ترک کن. روایت بخاری و مسلم است. و چهارم عملهایی که برای زن حالت حیض یا که نفاس جایز نیست، این روزه داشتن برای زن جایز نمیگردد. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که آیا هیچ یکی از شما وقتی که حیض می شود نه روزدار می شود و نه نماز را می گذارد؟ پس آنها زنها چه گفتن؟ گفتن بله. آنها در جواب گفتن بله درست است، یعنی در حالت حیض و نفاس ما نماز نمی خونیم و روزه هم نمی داریم. روایتی بخاری است. و قسمت پنجم از چیزهایی که برای زنها در حالت حیض و نفاس جایز و روا نیست، طواف در اطراف کعبه طواف کردن، در اطراف خانه الله سبحانه و تعالی. رسول الله صلی الله علیه و سلم به عایشه رضی الله عنها گفتند هنگامی که او در حالت حیض قرار داشت افعلی ما یفعل الحاج غیر الا تطوفی بالبیت حتی تطهری. همونطوری که حجاج عمل میکنن آن عمل حاجیان را انجام بده بجوز طواف کردن در اطراف خانه الله، در اطراف کعبه. این را استثناء نمودن در اینجا صلی الله علیه و سلم. و در دوام فرمود که تا آن دمی که تازه نشوی، یعنی از این عادتی که قرار داری. روایت بخاری و مسلم. این پنجم حالت. و ششم حالت قرائت، خواندن قرآن. و این گفته بسیاری از دانشمندان از جمله صحابگان و تابعین را در بر میگیرد، خواندن قرآن هنگامی حیض و نفاس. اما در اینجا یک چند حالت های استثنایی است.
аммо агар шахс ба хондани Қуръон эҳтиёҷ дошта бошад, мисли ин ки ҳифзи Қуръон мекунад дар ягон маҷлисе ё ин ки Қуръонро ҳифз кардааст такрор менамояд ба хотири фаромӯш нашудан аст, дар ин ҳолатҳо барои ӯ ҷоиз ва раво мегардад тиловати Қуръон ё барои таълим гирифтан ё барои таълим додан бар талабагон, яъне барои иҷрои вориди амалҳои муайян ҷоиз ва раво аст. агар эҳтиёҷе набошад ва эҳтиёҷе надошта бошад, гуфтанд ки уламо беҳтар аст ки ин амалро анҷом надиҳад, чун баъзе аз донишмандон, баъзе аз уламоҳо ин фатҳоро ҳам содир кардаанд. ҳафтум, даст задани мусҳаф Қуръон. даст задан бар Қуръон барои занҳо дар ҳоли ҳайз ва нифос ҷоиз ва раво нест. ва далели он қавли Аллоҳ субҳанаҳу ва таъала аст ки фармуданд ла ямассуху илла алмутахҳарун, ва он Қуръонро ҷуз покон даст назананд. сураи Воқеа ояти 79 аст. ин оят баёнгари он аст ки бояд каломи Аллоҳ субҳанаҳу ва таъаларо бо пои таҳорат даст бигирем. бинобар ин зане ки дар ҳолати ҳайз ё нифос қарор дорад, набояд Қуръонро бо даст бигирад ва метавонад зан дар ин ҳолат Қуръонро бо ягон матоъе, бо ягон латае, бо ягон чизе ҳангоме ки мехоҳад тиловат намояд ки дар бола зикр шуд анҷом бидиҳад. баракаллоҳу фикум. ва қисмати дигаре аз чизҳое ки барои зан дар ҳолати ҳайз ва нифос ҷоиз ва раво нест, ин даромадан бар масҷид ва дар он ҷо боқӣ мондан нишастан, чун расули Аллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам фармуданд ла яҳиллу лмасҷида лиҷунубин ва ла ҳаидин. дар ин ҳадисе ки ривояти Бухорӣ аст, рақами 296 аст, ривоят шудааст, мефармоянд ки ҷоиз нест, ҳалол нест барои шахсе ки дар ҳоли ҷанобат қарор дорад дохили масҷид бигардад ва на зане ки дар ҳоли ҳайз қарор дорад. ва ибни Ҳаҷар фармуданд дар Фатҳулбарӣ ки дар шарҳи Саҳиҳи Бухорӣ, дар ин ҳадис далел бар он аст ки зани ҳайз дошта вориди масҷид намешавад. барои вай шоиста нест ки дар ин ҳолат дохили масҷид бигардад, магар ин ки агар зарурати пайдо намуд, ба мисли ин ки хоҳарон дар масҷид мехоҳанд омӯзиши Қуръон намоянд, талаби илм намоянд, дар ин ҳолат барои онҳо ҷоиз ва раво мегардад. ва аз ин ҷо ки расули Аллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам сари худро ба назди Айша бар он тирезае ки доштанд, бар он утоқе ки буд дохил мекард ва Айша радияллоҳу анҳа сари ӯ саллаллоҳу алайҳи ва салламро об рехта мешуст ва шона мекард, дар ҳоле ки Айша радияллоҳу анҳа дар ҳолати ҳайз қарор доштанд ва расули Аллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар масҷид эътикоф мекарданд. аз ин ҳадис уламо далел гирифтанд ки барои зане ки дар ҳолати ҳайз қарор дорад бидуни зарурате дохили масҷид нашавад, нагардад. баракаллоҳу фикум. ва ҳамчунин агар зане ки дар ҳолати ҳайз аст тарс дорад ки агар ки бо дохили масҷид бигардад масҷидро олуда месозад, пас гузаштанаш низ бар масҷид ба дохили масҷид ҷоиз нест ва ҳаром аст. аммо агар аз ин чизо дар амн бошад, барои зан ҷоиз мегардад ки рафта дар дохили масҷидҳо бинишинад ва омӯзиши илм бинамояд. дар ин ҳолатҳои зарурат яъне. баракаллоҳу фикум. масъалаи панҷум мефармояд ма юҷибуҳу алҳияда, чизҳое ки барои шахсе ки дар ҳоли ҳайз қарор дорад барояш лозим аст, барояш воҷиб мегардад ҳангоме ки аз он пок бигардад. аввалан юҷибул ғусла мегӯяд, воҷиб будани ғусл намудан, шустушӯи комил кардан. зеро расули Аллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам фармуданд ки даъи салата қадра айями лати кунти таҳидина фиҳа, намозро дар он рӯзҳое ки дар ҳолати ҳайз қарор доштӣ тарк кун. ثم اغتسل وصلي ва сипас пасон ғусл намо ва намозатро адо кун. аввалин коре ки инсон анҷом медиҳад баъди пок шуданаш дарҳол ғусли ҷанобат менамояд ва аз барои адои намозҳое ки вақташ қарор дорад адо мекунад. дар ин ҷо як масъалае мешавад, пеш аз ғусл кардан барои ин ду марду зан ҷоиз нест ки бо ҳамдигар наздикӣ намоянд, чун баъзе ҳолат мешавад ки инсон гумон мебарад ки муҷарради қоқ шудан аст дар ин ҷо шарт. на, муҷарради ғусл намудан аст. ҳатто ятҳур нагуфт, ҳатто ин ки ғусл намоянд, баъди пок шудан ҳатто ғусл намоянд. ғусл менамояд, сипас метавонад намозашро бигузорад ва бо шавҳараш наздикӣ намояд. ин масъалаи аввал. масъалаи дуввум албулуғ, ҳангоме ки зан бар балоғат расид, болиғ шуд, чӣ гуне ки расули Аллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам фармуданд ла яқбалу Аллоҳу салата ҳаидин илла бихимор. Аллоҳ намози занеро ки дар ҳолати ҳайз қарор дорад намепазирад, қабул намекунад. ва ҳамчун гуфтанд ки чиз бидуни рӯи сарпӯш, бидуни химор намепазирад. бояд зан либоси комили шаръӣ дошта бошад аз барои адои намоз. баракаллоҳу фикум. ин ҳадисро Бухорӣ ва Муслим ривоят карданд ки ин ҳадис далолат мекунад ки ҳайз нишонаи балоғат ба балоғат расидани занро баён мекунад.
یکی از نشانه‌های مکلف شدن بنده هست. یکی از نشانه‌های مسئولیت ناکی بنده در نزد الله سبحانه و تعالی و در شریعت میباشد. مکلف شدن او این یکم حیض است. سوم میفرماید که الاعتداد به، اعتبار حیض در عده، مدت انتظاری طلاق را عده میگویند. مدت انتظاری طلاق را هنگامی که انسان طلاق میبیند در جای عده مینشیند که برای زنان این معلوم است، برای هر کس معلوم است. چون انسان هنگامی که طلاق گرفته است باید حیض بیند. عده او 3 حیض است، باید همین 3 حیض به پایان برسد. الله سبحانه و تعالی میفرماید در این مورد والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء، زنان طلاق شده باید 3 حیض منتظر باشند، منتظر بینند، دویده به شوهر نبرایند. باید 3 حیض بینند، پاکیزه شوند، سپس ازدواج نمایند. سوره بقره آیت 228. و پیش از این ازدواج نمودن قطعا حرام، ناجایز، ناشایسته است. و مسئله دیگر میفرماید که الحکم ببراءة الرحم فی الاعتداد بالحیض، حکم پاک بودن رحم بچه‌دان، حکم پاک بودن رحم توسط همین حیض معلوم می شود، معلوم می گردد. یعنی وقتی که حیض پیدا شد معلوم می شود که زن حامله دار نیست. برای همین در این حالت باید انسان بعدی طلاق گرفتنش 3 حیض انتظاری بکشد. در اینجا میفرماید تنبیه، آگاهی میکند. تنبیه یعنی آگاهی. میفرماید اگر زنی از حیض یا نفاس پیش از غروب آفتاب پاک شود، بر او لازم است که نماز عصر را در حال بخواند. نماز عصر را در حال بخواند. و اگر پیش از طلوع آفتاب پاک شد، برای وی حتما لازم است که نماز بامداد را بخواند. زیرا وقتی که سبب عذر مثل حیض از بین رود، وقتی نمازی که در آنجا قرار دارد حتما باید گذاشته شود. این وقت شرعی است، وقت اول نماز است. تا به اتمام رسیدن وقتش حتما انسان نمازش را باید ادا نماید. اما اگر وقتش گذشته باشد دیگر برای انسان واجب و لازم حتمی نیست که نماز را ادامه بدهد. و این قول اکثر علما است. بارک الله فیکم. مسئله دیگر، مسئله ششم، حد اقل و حد اکثر نفاس. تا این مورد ما در بالای غالبیت صحبت ها در بالای حیض بود و نقطه های در بالای نفاس. و در اینجا مسئله ششم، حد اقل و حد اکثر نفاس را بیان می‌سازیم. اولا حد اقل نفاس ما در اول درس صحبت کردیم، گفتیم که این اقلیت ندارد، زیرا در شریعت تعیین آن نآمده است. پس بر اساس واقعیت معین کرده می شود. بعضا وقت نفاس کمتر می شود و بعضا وقت بیشتر و زیادتر می گردد. اما حد اکثر نفاس 40 روز است. امام ترمذی گفته است علما از صحابگان پیامبر صلی الله علیه و سلم و آنهایی که بعد از آنها بودند اتفاق نمودند که زنی نفاس شده 40 روز نماز نمیگذارد، مگر آنکه پیش از 40 روز اگر زن پاکیزه شود، از این خون پاک بگردد، پس باید حتما غسل بگیرد و نماز را ادا نماید. و دلیل آن حدیث ام سلمه است رضی الله عنها که فرمودند كانت نفساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تجلس 40 يوما. در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم زنهای نفاس شده 40 روز می نشستند، یعنی نماز نمی خواندند و روزه نمی گرفتند. از این نمود عبادت هایی که برای آنها جایز نیست دوری می جستند. این حدیث را ابی داود در زیر رقم 312 هم ذکر نمودند. همچنین ترمذی و همچنین ابن ماجه و امام البانی گفتند که این حدیث موقوف یا اینکه ضعیف دانسته شده است. مسئله هفتم، فی دم الاستحاضه. پس از آن که ما در بیان مسئله حیض و نفاس معلومات گرفتیم، مسئله هفتمی که در اینجا ذکر یادآوری می شود درباره استحاضه خونروی زن را میگویند، زن مستحاضه میگویند. و استحاضه چی است؟ استحاضه جاری شدن خون در غیر وقت حیض، با شکل خونروی مثل انسان یگان بیماری هست و آن خون، همین خون استحاضه از رگ است که به نام اعاضل جاری می شود. این چگونه که بیان کردیم جاری شدن این خون در غیر وقت حیض و نفاس قرار می گیرد و خون استحاضه از خون حیض فرق دارد، هم در حکمش و هم در صفتش. خون استحاضه
قسمی سومی از خونروی ها بعد حیض و نفاس این را استحاضه میگویند، یک تاجگاه استحاضه میگویند. از حیض فرق میکند و هم در حکم و هم در صفت. خون استحاضه خون است که در بچه‌دان از رگ جاری می شود، چی خواه در وقت حیض باشد یا که بیرون از این، یا خواه در وقت بعد نفاس باشد. و این خون بدونید برادران و خواهران گرامی که این خون نه مانع نماز میگردد، نه مانع روزه میگردد و نه مانع همخوابگی هم بیستری با شوهر میگردد، چون زن مستحاضه در حکم زنان پاکیزه حسابیده می شود. و دلیل آن حدیث فاطمه بنت ابی حبیش است رضی الله عنها که فرمودند گفت ای رسول الله، من منظم، یعنی که همیشه خون میبینم و تماما پاک نمیشوم، آیا نماز رو ترک نمایم؟ آیا نماز نگذارم؟ رسول الله در جواب گفتن که لا این ذلک عرق، گفتن نه، این خون از رگ است، این خون از رگ است، لیس بالحیضه، و خونهای حیض نیست، این از خونهای حیض نیست. گفتن فاذا اقبلت الحیضه فدع الصلاه، وقتی که حیض شدی پس نماز رو ترک کنون. فاذا ادبرت فاغسلی عنک دم و صلی، وقتی که این خون حیض به ایتون رسید پس غسل نما و نماز رو برپای بدار، غسل نما و نماز رو برپای بدار. پس برای زن مستحاضه واجب است که پس از دوران حیض آن مدتی که دارد حتما آن حیض مقرره که هست حتما غسل بگیرد و نماز را برپای بدارد. دوم، در وقت ادامه استحاضه باید فرجش را از برای هر یک نماز بشوید. غسل که واجب نیست از برای هر یک نماز در استحاضه، بلکه فرجش را بشوید از برای هر یک نماز خودش پاکیزه نماید، پس چیزی را در آنجا بگذارد سپس نماز ادا نماید، یا پخته یا چیزی مانند آن را گذاشته که بهتر میفهمند و سپس نمازشان را ادا نمایند. و شیخ میفرماید که امروز میگه پوشش های سلامتی زنانه در حالت حیض و نفاس در بازارها در جایها چیزهای نیکو و خوب کارکرد شده است که زنها میتوانند از اینا استفاده برند. و بعد از آن در وقتی در حالت نماز طهارت و وضو بگیرد، یعنی از برای هر یک نماز طهارت و وضو گرفته سپس نمازش را ادا نماید. و زن مستحاضه یعنی بر زن گفته می شود که خونروی او خونروی غیر طبیعی است، خونروی غیر طبیعی است، یعنی که از حالت حیض و نفاس بیرون است و این سه حالت دارد و این خون استحاضه سه حالت دارد. حالت اول، اگر زن مستحاضه عادت معین یعنی حیضی منظم داشته باشد، عادت حیضش منظم است، مرتب است، هر ماه 6 یا 7 روز حیض می‌بیند، حیض می‌شود، پس باقی مونده خونی که از او جاری می‌شود این خون استحاضه حسابیده می‌شود، از برای او غسل کردن نماز را دیگر می‌خواند. برای زن لازم می‌گردد که قدر آن روزهایی که داشت، آن عادتی که داشت قدر آن بیستد، باقی مونده روزها را حتما اگر خونم آمد غسل کردن نمازش را ادا نماید. 6 یا 7 باشد واسه بر عادتی که زن دارد، در آن برای انسان نماز میخواند، روزه میگیرد، با همسر خود نزدیکی مینماید. پس یعنی خلاصه کلام، در حالت اول خونی که بعد از حیض جاری میشود یا که بعد از نفاس جاری میشود، پس وای خون را خون استحاضه میگویند. انسان خود را آماده میسازد از برای نماز و روزه. و دلیل آن حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم است که با حبیبه گفتند امکثی قدر ما کنتی تحبیسک حیضتک، آن قدر بخواب، یعنی نماز را نگذار، روزه را نگیر که عادت حیض تو داشتی، همون عادت حیضی که داشتی، سپس غسل نما و نمازت را بخوان. گفتند روایت مسلم است. این عادت حالت اول است. خلاصه حالت اول چی بود است؟ قدر آن حیض و نفاسی که داشتی یا که قدر آن حیضی که داشتی آن قدر میستی، از این زیاد اگر خون جاری شد سپس تو غسل کرده دیگر نمازهایت رو ادا نمایی. حالت دوم، اگر زن عادت معینی نداشته باشد، اگر زن عادت معینی نداشته باشد ولی خون در صفت فرق میکند، خون حیض از خون استحاضه در صفتش فرق میکند، یعنی بعضی خونها سیاه هست، خون حیض غوث و بویدار هست، غالبا خون حیض سیاه چاپ و غوث و بویدار است میگوید در اینجا که این صفت حیض است. و باقی مانده خونی که میآید خون سرخچه روشن و بی بوی هست، این خون صفت استحاضه است. در این حالت اگر انسان عادت ماهانه خود را نداند، معین مرتب نباشد، باید از این رنگ بوی نظر کرده پس حکم فرما شود و نمازش را ادا نماید. پس در این حالت چکار می نماید؟ بر اساس انمی تفریقه که فرگزاری که عمل می کند از صفت خون و بوی آن حکم میگذارد
و باقی مانده را که خون سرخ روشن میگردد آن را استحاضه حساب نموده و از برای نماز و دیگر اعمال خود را آماده میسازد. دلیل آن حدیث رسول صلی الله علیه و سلم است. حدیث فاطمه بنت ابی حبیش گفتند که اذا كان دم الحیض فانه اسود يعرف. گفتند خون حیض خون است که سیاه است، شناخته می شود یا شناخته شده است. فمکثی عن الصلاه گفتند هنگامی که اگر این خون را دیدی پس خود را از نماز خوندن باز بدار، ترک نماز کن چون خون حیض است. فاذا كان الاخر اگر خون دیگر باشد دیگرگون شود غسل نما طهارت بگیر و از برای نماز آماده باش. این حدیث ابو داود و ابن حبان روایت کردند و حاکم این حدیث رو در مستدرک ذکر نمودند، گفتند که این حدیث صحیح است. این دوم فرقیت اگر انسان عادت نداشته باشد از رنگ بوی فرق گذاری کرده معین می‌سازد. حالت سوم اگر زن نه عادت دارد، این زنش کمی مسکین است، نه عادت دارد و نه با رنگ خون تعیین کرده میتواند. بیچاره زن عادت معین دارد، نه خون حیض برایش معلوم است، خون مقرری است. پس در این حالت 6 یا 7 روز همچون حیض بنشیند، 6 یا 7 روز همچون خون حیض حساب کرده می نشیند، زیرا این عادت اکثر زنها است و باقی ماندهش را استحاضه حسابیده غسل کردن نمازش را ادا نماید، از برای عبادت الله سبحانه و تعالی برمیخیزد. و دلیل آن حدیث رسول صلی الله علیه و سلم است. به حمنه بنت جحش گفتند که گفتند انما هی رکضه من الشیطان، این تنها یک تکان شیطان است، کار طبیعی نیست که از جانب شیطان افکنده می شود. پس در دانش فرمودند فتحید 6 ایام او 7 ایام، پس در این حالت 6 روز یا که 7 روز حیض بگیر، حیض ببین و سپس غسل نما. گفتند وقت سیلی غسل نما و هنگامی که خودت را پاک حس کردی نماز بخوان و روزه بدار و این برای تو بسنده است. در اینجا رکضه ذکر کردن از شیطان یعنی که یک حالت غیر طبیعی است که از جانب شیطان شاید این چیز رخ بدهد. غیر خون طبیعی حیض است، غیر خون طبیعی حیض است که جاری می شود. پس زنها حالت حیض خود را با این 3 شکل میشناسند. اولا با عادت گفتیم، عادت معینه که دارد هر زن خود میفهمد و با رنگش که رنگ سیاه است و بوی دارد، این را نفهمیدن عادت نداشت با این صفت خون پی میبرد. اگر قسمت سوم با این صفت خون هم پی بردن نتوانست و نفهمید، پس غالبیت زنها که 6 یا 7 روز خون میبینند این را میبیند و باقی غسل گرفته سپس از برای ادا نمودن نماز برمیخیزد. بارک الله فیکم. در اینجا این مسئله حیض و نفاس را از این کتاب فقه میسر ما با اتمام میرسانیم. سبحانك اللهم بحمدك و اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک.